سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و مهربان و با وفا. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم با گزارش بازی تیم‌های پرسپولیس و اسد قطر، بازی که در ورزشگاه آزادی برگزار میشه. ورزشگاه وحشتناک پره و جو بسیار تا بسیار عالی. یه ورزشگاه قرمز پوش، 100,000 نفر چقدر تو جمعیت هست اینجا؟ حالا میگن 80,000 نفر. اولا که تموم راهروها پره، تموم پله ها پره. این 100,000 نفر الان 90,000 نفر 100,000 نفر من چقدر توی ورزشگاه هستن؟ من فکر کنم حداقل 30-40,000 نفر بیرون ورزشگاه بلیت به دست مغموم و ناراحت برگشتند. ولی خب اینایی که الان تو ورزشگاه هستن شاید ساعت‌ها قبل اومدن، نمیدونم، حالا بعد یه فکری به هر حال بعداً بشه برای بلیت فروشی و این ساماندهی هوادارا. ژاوی رو ملاحظه می‌کنید در کنار سید جلال حسینی، کاپیتان‌های دو تیم. کلی اومده در ورزشگاه آزادی بازی کرده. ژاوی آقای کوالنکو قضاوت این مسابقه حساس رو به عهده داره. اینا فکر کنم قرار بوده پرسپولیس باشه که پلیسش جور شده ولی اون پرسش هنوز درست نشده و شکل نگرفت. دارن فکر کنم باز میکنن این پرچم‌ها رو کم کم، داره کم کم اون شکل مد نظر هواداران رو میگیره. کلی کار کردن کانون هواداران پرسپولیس که شکل شکیلی رو آماده بکنند. بازیکن دو تیم رو من تو بخش قبلی در مورد صحبت کردیم. آقای میساقی و فرشاد پیروز هم صحبت کردن در موردش. دیگه بعد آماده بشیم واسه گزارش مسابقه و ببینیم چه اتفاقاتی در این بازی رخ خواهد داد. حلقه اتحاد بازیکنان پرسپولیس بازی فوق‌العاده حساسی است برای نماینده کشورمون. بازی رفت و 1-0 بردن در قطر، کار بزرگی کردن ولی میدونن که تیم اسد تیم بسیار خوبیه، کلی بازیکن بزرگ و سرشناس داره. چهره برانکو ایوانکوویچ رو ملاحظه میکنید. این هم بغداد بونجاه، بازیکن فوق العاده خطرناک تیم اسد قطر و مربی این تیم جسوالدو فریرا که در سمت راست تصویر مشخص است. پاشنه آشیل تیم اسد شاید گولرشون باشه که تو بازی که قبلا ازش دیدیم به عنوان گلر دوم این تیم نمایش درخشانی نداشته. منتظر هستیم. رأس ساعت 6:30 مسابقه آغاز خواهد شد. آقای مومنی کنار زمین هست، داور چهارم آقای سرازیتیدنوف هست و هم سیامک نعمتی که دوباره برگشته در خط میانی در پست تخصصی خودش بازی میکنه. شجاع رفته سمت راست خط دفاعی، شایان مصطفی در سمت چپ بازی میکنه. امید علیشه از نیمکت کار رو دنبال میکنه و به موقع آماده نشد برای این مسابقه. شاید در ادامه مسابقه چقدر پر این ورزشگاه و چقدر مردم موندن پشت درهای بسته بلیت به دست برگشتن. ببینیم چه اتفاقی این مسابقه رخ میده. رأس ساعت 6:30 بازی شروع میشه. اول توپ بلند میفرستن برای علیپور، ضربه سر در خط دفاع میزنن. احمد نوراللهی یه حرکت خوب انجام میده، خود احمد توپو جلو میبره، سانتش انجام میشه روی دروازه، توپو میگیرند زردپوشان از اسد قطر و توپی که به بیرون میره. سخته برای بازیکن اسد بازی کردن در اینجا. حالا ژاوی رو بذارید کنار، بقیه بازیکن‌ها شاید تجربه این ورزشگاه این شرایط رو نداشتن، هرچند که اومدن به ایران در برابر استقلال هم بازی کردند. در میان میدان بازیکن اسد توپ در اختیار دارد. یه پاس میبرن به سمت راست، تو محمد انصاری به استقبال توپ رفته، توپ میاد روی دروازه، میاد مشت میکنه بیرانوند. پشت محوطه جریمه بازیکن اسد توپو در اختیار دارد. ارتباط قطع میشه در سیامک نعمتی. علیپور نتونست توپو کنترل کنه. محمد انصاری، منشا، یک دو با سیامک نعمتی. خود نعمتی بازیکن تکنیکی است، کماکان
توپو جلو میبره، موقعیت یه پاس کوتاهو بیندازه که در خط دفاع توپو در اختیار میگیره پدرو. میتونن رو حرکات پا به توپ سیامک نعمتی حساب کنن. باز آدم میاره میدان احمد نوراللهی توپو گرفته است، همونجا ضربه رو میزنه، خوبم زد، توپش از بالای دروازه به بیرون رفت. چهره احمد نوراللهی رو ملاحظه میکنید. بازی رو مشعل عیسی باید شروع کنه، سرم خورد یه لحظه، ضربهش رو محکم زد و توپش از بالای دروازه به بیرون رفت. خطا از بازیکن پرسپولیس گرفته شده. اکرم عفیف رو ملاحظه میکنید، بازیکن فوق العاده خوبی است، خطرناک، باید مراقب عفیف باشند. ژاوی بازیساز اصلی تو با اختیار داره. بشار یه لحظه نزدیکش شد. دوباره توپ در اختیار ژاوی هست، میبره به سمت راست زمین. حرکت بازیکن از صد آغاز کردن، توپ روی دروازه، خیلی خوب. سجلال با زانو روی توپ اثر میذاره، دادی هم میزنه اونجا. سر بازیکن هم دسته بازی رو شروع میکنه بیرانوند، اونجا در خط دفاع باز هم پدرو روی توپ اثر میذاره. از سمت چپ حرکتی رو عبدالکریم آغاز کرده، خود عبدالکریم حسن و اکرم عفیف. ژاوی یک تا انجام میشه، خود ژاوی میبره به سمت چپ، اکرم عفیف توپو در اختیار داره، سجلال در برابرش هست، پشت محوطه جریمه 90 بزنه، شوت بزنه، یه ضربه و توپو جمع میکنه علیرضا بیرانوند. قشنگ خطرناک این تیم اسد. این ضربه که پای چپ زده شد و بیرانوند توپو در اختیار گرفت. توپش هم اینقدر محکم هست که این سمت مشعل در اختیارش میگیره. گابی برای تیم اسد. پرتاب در سمت راست شده، خلیلزاده باید انجام بده، بلند. عبدالکریم روی توپ اثر میذاره، دوباره خود عبدالکریم. کادو منشا میاد و روی توپ اثر میذاره. پرتاب تیم پرسپولیس. هر چقدر بتونن اداره کنن تیم اسد و بازی رو کنترل کنن به نفع تیم برانکو ایوانکوویچ هست. سر تشویق تماشاگران رو میشنوید در ورزشگاه آزادی. اونجا توپ دور میکنن، کمالی کامیابی نیا، بشار رسن، دوباره خود بشار توپو گرفته، توپو میندازه برای منشا، از پشت عبدالکریم میاد و توپو به بیرون میزنند. پرتاب تیم پرسپولیس هست. پرتاب شجاع میره که انجام بده. پرتاب شجاع خلیلزاده باید انجام بده. بلند به در محوطه جریمه، موقع برای بازیکن پرسپولیس توپ بلوکه میشه و کورنر برای تیم پرسپولیس به دست میاد. موقع بسیار خوب بود، توپ بشه که تصادفی افتاد در برابر پای علیپور. با هم ببینید اینجا توپ گرفت، چرخید، ضربه رو زد، نمیخورد به پای دفاع، گل میشد قطعا. کورنر از سمت راست احمد نوراللهی باید روی دروازه ارسال کنه. تو بلند میاد روی دروازه، یه ضربه سر اونجا توپو برمیگردونن کماکان بازیکن پرسپولیس. ضربه عجیب سیامک نعمتی، آفساید در کار نیست، اونجا گوشه زمین. توپو دور میکنن، بعد خط دفاع شجاع خلیلزاده توپو واگذار میکنه به محمد انصاری. شایان مسلم توپش نرسید به بشار، اشتباه خود بشار توپو گرفته. رقم از دست دادن مادرش هم سوگوار هست. بشار رسن یک کلم بازیکن پرسپولیس، پاس محکم بود، خوب دید سیامک نعمتی ولی پاسش خیلی محکم بود. بازی رو مشعل باید شروع کنه.
سمش بلند میانهای زمین پرسپولیس. جلال روی توپ اثر میذاره. ژاوی یه کنترل تکل عالی و توپی که میرسه به شجاع. پاس شجاع ثمری نداره. بازیکن اسد که صاحب توپ است، صدای سوت تماشاگرها قطع نمیشه. بی خود نیست که سایت کنفرانسیون فوتبال آسیا ورزشگاه آزادی ترسناکترین استادیوم آسیا لقب داده. انصاری، کمال کامیابی نیا، صدا را بالازی میکنی. هر وقت بازیکن اسد ثابت توپ میشن صدای بوق و سوت و هر جوری که بتونن سعی میکنن مثلا تمرکز تیم اسد رو به هم بزنن. حکم عفیف گابی و پاسی که خیلی محکم از شایان مصلح. و الان خوخی دوباره در سمت راست. ژاوی پاس تکسب خوبه کنارهای زنگ تکل عالی اونجا زده میشه. پاس علیپور نرسید به بشار رسن. سری برمیگردن بازیکن پرسپولیس روی توپ اثر میذارن. با تمام وجودشون دارن تلاش میکنن قرمز پوشان پرسپولیس. عبدالکریم حسن گوشه زمین با کوالنکو نظرش این است که هیچ خطا اتفاق نیفتاده. توپ برمیگرده. علیپور به دنبال توپ، استارت خوبی رو زده علیپور و خوخی توپو به بیرون میزنه. تیم اسد 19 بار با تیم ایرانی بازی کرده، 5 برد، 7 تساوی و 7 باخت در پرونده این تیم ثبت شده. از ساعت دو حضور قبلش در آزادی در همون دقایق ابتدایی 2 تا به گل به خودی دریافت کرده. بازیکن‌ها میتونن فشار بیارن در این دقایق. چند دقیقه فشار آورده ولی باید مراقب این ضد حملات تیم اسد باشند. پشت محوطه جریمه اونجا ارتباطو قطع میکنند. زیر توپ میزنه کمال کامیابی نیا. توپشو علیپور به بیرون میزنه. پرتاب زرتوشان از صد قطر میدونه که چقدر نزدیک پرسپولیس رو به فینال رقابت لیگ قهرمانان آسیا برسونه برانکو ایوانکوویچ و میدونه محبوبیتی که داره رو میتونه چند برابر کنه با رسوندن پرسپولیس به فینال و بعدش با قهرمانی احتمالی در این بازی ها. چه رویونگ رو ملاحظه میکنید. پرتاب شده خلیلزاده باید انجام بده. تماشا بازیکن پرسپولیس گرفتن توپ از سرخوشان از سرد خطا اعلام شده. مثلا هیدوس رو ملاحظه مراقب این بازیکنان باشند. بازیکن پرسپولیس بازیکن خوب کم نداره. تیم اصلا تیم بسیار خوبی است. عبدالکریم شجاع خیلی خوب توپ عفیف رو میگیره. حالا حرکت از گابی منشا تک و تنهاست اونجا بعد وایسه که علیپور نزدیکش بشه. علیپور دارن کم کم اضافه میشن. خودش میبره به سمت چپ. اونجا سیامک نعمتی توپ گرفت. عقب‌تر برای کمال کامیابی نیا. خود کمال توپو در اختیار داره. احمد نوراللهی عقب‌تر برای جلال حسینی و باز هم عقب‌تر ژاوی داره میره به سمت بیرانوند.
پاس بلند از انصاری و توپی که به مشعل میرسه. گابی در میانه میدان، محمد انصاری توپو برمیگردونه. ارتباط توسط سیامک نعمتی قطع شده، خودش لب خط داره، همینجور توپو به خودش بازیکن اف میکوبونه. خود نعمتی عالی کار میکنه، بین دو نفر عبور میکنه. برای گادی منشا یه چرخش عالی این سمت داره اضافه میشه. احمد نوراللهی یک ضربه محکم از گادی منشا و توپی که از کنار دروازه بیرون رفت. از آقای دروازه مشعل باید بازی رو شروع کنه. ضربه بلند به میانه های زمین حریف، کمال کام بینیوری توپ اثر میگذاره. از پشت سر میاد منشا بدون خطا توپو گرفته. گادی منشا، احمد نوراللهی یه پدوپای قشنگ میزنه. احمد نوراللهی خودش توپو داره جلو میبره، سانش انجام میده روی دروازه و کورنر دوم برای تیم پرسپولیس به دست میاد. تو سمت راست برای دروازه فرستاده بشه. احمد نوراللهی پشت توپ قرار گرفته. دومین کورنر تیم پرسپولیس. هر 11 بازیکن از ساعت تو محوطه جریمه‌شون تجمع کردند. نوراللهی یه سات خوب روی دروازه، ضربه سر رو زد منشا ولی توپ جفت و جور نشد روی سرش. توپ از کنار دروازه به بیرون، ضربه سر رو منشا زد. اینجوری خوب بلند شد، اینجا ضربه رو زد و توپش از کنار دروازه با اختلاف زیاد به بیرون رفت. 0-0 مساوی در مجموع بازی 1-0 نفع پرسپولیس و نماینده کشورمون با این نتیجه به فینال رقابت لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا خواهد کرد. گلر تیم اسد ضربات دروازه هم نمیزنه، قشنگ آفساید رو پر میکنن با این حرکتشون. پرتاب بازیکن اسد، شاهین ماسه توپو برمیگردونه. منشا یه کنترل، 2 در برابر 4 هستن. حالا میندازه برای علیپور. علیپور بازیکن خیلی خوب جا میذاره، خطایی در کار نیست. توپو دور میکنه پدرو مدافع تیم اسد. این لحظه خطا نبود، توپو ابتدا زد. پرتاب شاهین ماسته انجام میده، گوشه زمین سیامک نعمتی کار گره خورده و گوشه بعد توپی که به نفع بازیکن از صد به بیرون میره. تکله نوراللهی ثمری نداره، اونجا پوشش خوب انجام میده. شجاع توپو پاس میده به برانکو. پرتاب بازیکن از صد هست. عبدالکریم منطقه بازی رو عوض میکنه به سمت راست، که به زحمت تو بولدو کنترل میکنه حمید خلیفه. رو در کنارهای زمین بونجا از بین 2 نفر عبور میکنه. نفر سوم خیلی خوب تکل میزنه. احمد نوراللهی گوشه زمین، حالا که به تیم ملی هم دعوت شده، اعتماد به نفس بیشتر هم شده. بشار و توپی که احمد میندازه در عمق، کسی حرکت نکرده. مشعل
معلم خوخی پدرو پشت واحده جریمه، خطرناک توپ رو رها کردن و بونجا دروازه پرسپولیس رو باز میکنه. یه آب سردی میریزه اونجا روی همه ورزشگاه آزادی. باورش نمیشه بروکو چقدر توپ رو راحت ولش کردن. حالا داستان عوض میشه، پرسپولیس یه گل میخوره در خونه، بعد مراقب باشه گل دومو نخوره. جناب نه شجاع رفت از سمتش، نه سید جلال خیلی هم خوب زد ضربه‌شو با پای راست توپو زد و حساب کار 1-0 میشه به نفع تیم اسد. حالا در مجموع بازی 1-1 مساوی میشه، کار خطرناک میشه. بغداد بونجا دروازه رو باز میکنه. تو لیگ قهرمانان 13مین گل خودش زد، تو لیگ قطر هم 15 تا زده. بازیکن فوق العاده ارزشمند است بونجا. پرسپولیس 1% عقب میفته ولی حمایت 100,000 تماشاگر رو داره. پرتاب بازیکن پرسپولیس، شجاع با بشار رسن، احمد نوراللهی گوشه زمین توپو یه لحظه گرفتن. جاوی برای بونجا، محمد انصاری توپو برمیگرده، توپ سرگردان. یه لحظه بشار بعدن میخوام منشا رو توپ اثر گذاشت، توپو به هر شکلی که از برمیگردونم، خواست حرکت نمایشی انجام بده، جاوی موفق نبود. یه سانت بلند روی دروازه، موقعیت برای علیپور، توپشو زدن. خود علیپور نزدیک نقطه کرنر توپو در اختیار چرخش، توپو سانت میکنه روی دروازه. بشار توپو گرفته، سجل حسینی قشنگ قاطی کردن سر گل سجل رو. شجاع یه پاس پشت مدافعان، توپ تند تیز هست و از مقابل دروازه بازی رو مشعل بعد شروع کنه. نباید رویشون رو ببازن بازیکن پرسپولیس، باید مراقب باشن یه گل دیگه بخورن، دیگه کار خیلی براشون سخت میشه. مشعل خطر اعلام کرده کوبالنکو از بازیکن پرسپولیس. آفساید بونجا گرفته شده. تماشاگرها حالا بعد تیم رو تشویق کنند. منشا به دنبال توپ حرکت میکنه، ثمری نداره، از کنار زمین بازیکن از صد باید بازی رو شروع کنند. داور میره تذکر میده به گادوین منشا. تیم پرسپولیس در بازی خونگیش آمار تحسین برانگیزی داشته و 15 بازی اخیرش با احتساب 3 بازی که از در برابر تیم‌های عربستانی خارج از ایران میزبان بودن بازنده نبوده. آخرین باری که باخته برمیگرده به سال 2012. این فصل همه رو برده اصلا. عبدالکریم از سمت چپ حرکتی رو آغاز کرده، توپ سانت میکنه، برخورد میکنه به بشار. پرتاب بر بازیکن از صد هست. چه بشار رسن رو ملاحظه میکنید که طرح موزاییکی هم تماشاگرها گذاشتن و تسلیت گفتن به زبان عربی به او در گذشته مادرشو.
پرتاب بازیکن پرسپولیس. علیپور پدرو ژاوی برای به سمت چپ جایی که عبدالکریم حرکت کرد. کلا سمت چپ اصلا بهتر از سمت راستش کار میکنه با حضور عبدالکریم. ژاوی بونجا توپا خیلی خوب دزدید اون وسط. منشا خودش توپا انداخته و جلو میرد، قدرت بدنش استفاده میکنه. کماکان به دنبال توپ و پرتاب بر بازیکن پرسپولیس. خوب از قدرت بدنش استفاده کرد گادوین منشا. پرتاب شجاع باید انجام بده. تماشاگرها تشویق میکنن پرسپولیس رو. برنده پرسپولیس باید همین تماشاگرها باشن در این مسابقه، در تقابل با تیمی که و بازیکن سرشناس بسیار زیادی داره. پرتاب بلند به درون محوطه جریمه توپو برمیگردونن. خود شجاع دوباره باید پرتاب کنه. دوباره بلند به درون محوطه جریمه توپ سرگردان اونجا. سیامک نعمتی میزنن ضربه رو یه لحظه پشت محوطه جریمه، یه کنترل و ضربه که انصاری میزنه. توپ تو چارچوب باشه میشه رو اشتباهات گلر تیم اسد هم حساب کرد. قشنگ گلر ضعیفیه مشعل. این ضربه است که البته شاهین مصلح زده، توپش به بیرون رفت. بازی رو بازیکن اسد آغاز میکنن. علیپور بشار در میانه میدان. منشا از بازیکن یه لحظه عبور میکنه خود منشا. حالا برای احمد نوراللهی. منشا وو در مقابلش هست، قشنگ کار میکنن. اونجا سانتر انجام میشه روی دروازه. توپ ژاوی واگذار میکنه به بونجا، برمیگرده. خطرناک این حرکت. ژاوی توپ به پاش نگرفت، گرفتن بازیکن پرسپولیس. پرتاب برای بازیکن پرسپولیس. فریرا رو ملاحظه میکنید. دقیقه 24 یاد خاطره هادی نوروزی مطابق معمول گرامی داشته میشه. پرتاب بازیکن پرسپولیس. شجاع کوتاه کار میکنه با سجل حسینی که خودش رو نکشیده. دوباره شجاع سازش انجام میده که اصلا جالب نیست و توپش به بیرون میره. بازی رو از مقابل دروازه مشعل باید شروع کنه. مناظوری تمام ضربات دروازه رو مدافع تیم میزنند. سجل حسینی، نوراللهی، ژاوی توپو اختیار گرفت از پشت سمنیا. موقعیت توپو برمیگردوند. علیپور برای بشار رسند. توپو میندازه برای منشا. دفعه توپو خوبی رو انجام داد اونجا پدرو. گابی، عبدالکریم، عفیف،
شاهین مصطفی توپو برمیگردونه. دوباره ژاوی، سجل حسینی، انصاری، علیرضا بیرانوند توپ در اختیار داره. 27 دقیقه از زمان بازی گذشته. ضربه بلند از بیرانوند، خطی در کار نیست. دوباره خوبیه کووالنکو. شجاع خلیلزاده، ضربه بلند از بیرانوند روی توپ اثر میذاره. منشا رو بقیه برای مشعل میندازن توپو. یک از عبدالکریم همونجور توپ انداخت و جلو میره. تماشاگر نیمخیز میشه از نگرانی. شجاع خلیلزاده خیلی خوب ادارهش میکنه و ضربه دروازه گرفته میشه. شجاع خلیلزاده عقب‌تر برای بیرانوند. سیامک نعمتی توپشو بدون خطا گرفتن بازیکن اسد و خود نعمتی میاد این کارو انجام میده و توپو گرفته. توپو انداخته جلو، داره میبره جلو. خیلی هم خوب این کارو انجام میده. خطا نگرفت نو کووالنکو. یه لحظه اشتباه آفر و کار نیست. یه لایه خوب موقع گادبی منشا دیگه خیلی انفرادی میخواست کار رو جلو ببره. هند بود و گرفته میشه. اکرم عفیف، جانگ در مرکز، گابی، دوباره عبدالکریم. یه لحظه تو بسر گذاشت. منشا تعادلش به هم خورد. تو نیمکت هم پرسپولیس کسی رو نداره غیر از آلیشا که بخواد اضافه کنه. آدم همتی هم هست. واقعا با دست بسته و با دست خالی تیم آورد تا اینجا. برانکو ایوانکوویچ داستان خیریت و اینا واقعا ضربه زد به پرسپولیس. حالا گوشه زمین منشا خوب توپ گرفته از بازیکن فیموتا. چند بار این کار انجام داده. گوشه زمین علیپور. ژاوی، دوباره خود ژاوی توپ در اختیار داره. عقب‌تر برای وو یانگ.
ژاوی پشت محوطه جریمه، بونجا میبره به سمت راست، اونجا مسلم استقبالش میره سانت بلند روی دروازه، خیلی بلند هست، موقعیت به بازیکن اسد خطرناکه، شجاع توپو برمیگردونه ولی جایی که اکرم، معذرت میخوام، عبدالکریم حضور داره. حالا اکرم عفیف، خطرناک این حرکت و با توپ بیرون میره اکرم عفیف. قشنگ بازیه داره خطرناک میشه. گل بدی رو خورد تیم پرسپولیس روی غافلگیری، نسبتا زودم گل خوردن. کلا تیم ایرانی 4 دوره در نیمه نهایی لیگ قهرمانان حاضر بودن که در 2 بار تیم ایرانی در بازی رفت پیروز شدن، همون 2 بارم فینالیست شدن. 2 بار دیگه ای که بازی رفت شکست خوردن حذف شدن. از سال 2010 به این سمت تیم از ایران به فینال نرسیده. سیامک نعمتی حرکت میکنه، ضربه‌ش رو هم میزنه، توپ از کنار دروازه با اختلاف خیلی زیاد به بیرون میره. بازی رو مشعل باید شروع کنه، مشعل بارشام. مثل دفعات قبل میکنه تا خوخی بازی رو آغاز کنه. دفعه انصاری جالب نیست. خطا به نفع اسد. چهره محمد انصاری رو ملاحظه می‌کنید، بازیکن خوش اخلاق خوبه، فوتبال کشور بود که اینقدر دیگه بین پست سمت چپ خط دفاع و دفاع وسط عوض شده جاش، خودش هم نمیدونه الان پست اصلیش چی هست. اشاره میکنه به ژاوی که با صدای سوت او باید بازی شروع بشه. تازه عادت کرده بودیم ال کلاسیکو رو بدون ژاوی ببینیم، حالا باید بدون مسی و رونالدو ال کلاسیکو ببینیم هفته آینده. خوخی پشت توپ قرار گرفت، میخواد یه ضربه بزنه، اونجا فاصله خیلی زیاد هست. حالا نفر دوم هم که احمد نوراللهی است اضافه میشه. خوخی ضربه رو میزنه و توپش از بالای دروازه به بیرون میره. نکته مهم اینه که پرسپولیس نباید گل دوم رو بخوره در این مسابقه. باید هوشمندانه کار رو دنبال کنند. بازی را بیرانوند شروع میکنه. حرکت از بشار رسد. احمد نوراللهی خودش حرکت میکنه، گوشه زمین میتونه کورنر رو بگیره، نتونست. توپش رو گرفتن بازیکن اسد. بونجا پرتاب بازیکن پرسپولیس هست. چه فرایرا رو لحظه دیدید کلی در باشگاه بزرگ پرتغال مثل بنفیکا، پورتو و اسپورتینگ لیسبون مربیگری کرده. از تیم از زمالک مصر اومد به قطر. پرتاب شجاع باید انجام بده.
کمال کامیابی نیا یه لحظه داشت سر میخورد محمد انصاری. یه ضربه سر به پشت محوطه جریمه پرتاب بازیکن پرسپولیس هست. آفساید احمد نوراللهی گرفته میشه. به درستی آفساید گرفته شد. جره فریرا رو ملاحظه میکنی تو گوشش هم فکر کنم پنبه از این چیزا گذاشته که چوب پنبه در واقع که صدا اذیتش نکنه. توپ لب خط حرکت کرد و بیرون نرفت. احمد نوراللهی برای سیامک نعمتی. کمال کامیابی نیا بغل پا هم میزنه. آدم فکر میکنه ممکنه کتفش در بره. کمال کامیابی نیا پاس خوب به سمت چپ. یه حرکت از بازیکن پرسپولیس و خطای شاهین مصلح گرفته شد روی حمید اسماعیل. بونجا ضربه سرش رو به عقب از علیپور. بشار سیامک نعمتی تو با خوب داره جلو میبره. خود سیامک نعمتی با پشت پا پاس عالی برای منشا. این ضربه از او تو میگیره مشعل. فکر کنم اولین ضربه در چارچوب پرسپولیس که در 39مین دقیقه زده شد. ژاوی عقب‌تر برای مشعل. خطرناک پرس دارن ادامه میدن. باید مواظب باشن جا نمونن بازیکن پرسپولیس که جا هم موندن. یه موقعیت به بازیکن از صد هست اونجا عالی توپو گرفت انصاری. چقدر خوبه این محمد انصاری. حالا زد برای تیم پرسپولیس. پاس خیلی خوب نیست برای علیپور. ادارش میکنه اونجا پدرو. ژاوی گابی میبره به سمت راست. سات انجام میشه روی دروازه و بیرانوند توپو در اختیار میگیره. یه پرتاب بلند خوب برای علیپور. سیامک نعمتی این سمت دارن اضافه میشن بازیکن پرسپولیس. منشا یه دور میزنه. کار سخت شد اونجا. شجاع داره اضافه میشه و خطا رو انجام میده شجاع خلیلزاده. چهل دقیقه زمان بازی گذشت. 1-0 نفس صد قطر. ژاوی به سرگردان سجل حسینی توپو دور میکنه.
تکل بلند از انصاری، تو بلند میاد روی دروازه، شجاع توپ رد میکنه. قشنگ فشار میارن مهاجم پرسپولیس رو دفاع حریف، همشام علیپور نمیذارن که بازیسازی رو راحت در خط دفاعی انجام بدن مدافعان بیشتر پا به توپ تیم از سعد قطر. گابی پاسش محکم هست و از مقابل دروازه بیرانوند باید بازی رو آغاز کنه. بازی رو بیرانوند باید آغاز کنه. 43 دقیقه مسابقه. کمال کامیابی نیا، بشار میبره به سمت چپ، سیامک نعمتی ضربه از راه دور میزنه و توپش از کنار دروازه به بیرون میره. سیامک نعمتی با توپ جمع کنم اونجا یه مشکلی به وجود اومد. بازی را آغاز میکنه از کنار زمین. خوخی یه حرکت خطرناک توپی رو گرفت بیرانوند. پرسپولیس رو نگه میداره در این تورنمنت. علیرضا بیرانوند، خروج عالی او. شانس آوردیم که گل دوم رو نخوردیم. کورنر از سمت راست بر روی دروازه فرستاده بشه. جاوی کوتاه کار میکنه. سانت بلند روی دروازه. علیپور توپ رو قشنگ زد تو کورنر دوم برای تیم اسد. نگاه کن اینجا یه لحظه انصاری جا موند، عالی خودش رو پرتاب کرد و نذاشت که هیدوس دروازه رو باز کنه. کورنر دوم تیم اسد از سمت راست بر روی دروازه فرستاده بشه. توپش بلند میاد روی دروازه و ضربه سری که به بیرون میزنند بازیکن تیم میهمان. ضربه رو بونجاه به بیرون زد. بازیکن الجزایری تیم اسد. این توپیست که عالی گرفت. اصلا وقت اضافه هم نمیگیره آقای کووالنکو. بلافاصله از سود خودش میدمه. نیمه اول بازی بارش 1-0 نفع تیم اسد به پایان میرسه. مسئولیتی کوتاه میکنم. برنامه فوتبال برتر با مهندسان میثاقی و فرشاد پیروز با شما همراه خواهند بود و ان شاءالله در آغاز نیمه دوم با گزارش بازی همراه شما خواهند بود. به نام خدا، با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و مهربان شبکه 3 برگردیم به نیمه دوم دیدار تیم‌های اسد و پرسپولیس. بازی خطرناکی که دیدیم در نیمه اول 1-0 نفع تیم اسد به پایان رسید. صحبت فرشاد پیروز و مهندسان میثاقی رو شنیدید در
بین دو نیمه. احمد نوراللهی پاس خوب به سمت چپ، بشار با بیرون پاچه پاسی داد روی دروازه موقعیت و توپ رد میکنن مدافعان اسد و آروم آروم حرکت میکنه از اون سمت. حالا تو به نفع تیم اسد به بیرون میره. اصلا به نفع پرسپولیس به بیرون رفته، چه پاسی داد با بیرون پای راست و توپ رو رد کردن اونجا. ضربه بالا به میانهای میدان اونجا خطا به نفع پرسپولیس گرفته شده. سجل حسینی پشت توپ قرار گرفته. محمد انصاری عقب‌تر برای علیرضا بیراوند. یک عکس‌العمل عالی رو داشت در دقایق پایانی نیمه اول. ضربه سر از منشا. شایان مسته اونجا در سمت چپ خود شایان توپ در اختیار رو دستش داره حرکت میکنه. احمد نوراللهی سانتش خیلی جالب نیست، این اصلا جالب نیست. توپ میره به اون سمت و بازیکن اسد توپو گرفتند. عبدالکریم، کمال کامیابی نیا و توپی که به مشعل خواهد رسید. ضربه بلند از مشعل. اکرم عفیف کمال کامیابی نیا توپ به شکل خطرناکی سمت راست داره حرکت میکنه ولی به بیرون میره از کنار زمین. بازیکن پرسپولیس باید بازی رو شروع کنند. علیپور میندازه برای منشا، حرکت کرده گادوین. منشا توپ ساعت می‌کنه روی دروازه، یه موقعیت و گل توی دروازه. سیامک نعمتی حساب می‌کنه 1-1 میکنه. یه گل فوق‌العاده حساس، فوق‌العاده ارزشمند. سر ضرب عالی و دیدنی ضربشو زد و اینجوری ورزشکار رو به وجد میاره. ضربه سیامک نعمتی در پست تخصصی خودش حساب کار 1-1 مساوی میکنه. چقدر خوشحال این پرسپولیسیا. با هم ببینیم سانت عالی گادوین منشا و خیلی خوب زد. گلر قشنگ، گلر بدیه. نگاه کنید یه گلر خوب بود، این توپ رو قشنگ میگرفت، توپ رفت در درون دروازه و حساب کار 1-1 مساوی میشه. حالا با خیلی آسوده تر بازیکن پرسپولیس کارو دنبال میکنن. صورت مسئله فرقی نکرده، پرسپولیس دیگه نباید گل بخوره تو این دقایق باقی مونده، ولی دیگه بازی وقت اضافه نخواهد رفت. 1-1 مساوی. اونجا رادوشویچ ببینید و بقیه که چه خوشحالی میکنند. پرتاب بازیکن اسد قطر. چه جوی داره این ورزشگاه آزادی. گادی منشا پاس بلند برای علیپور خیلی محکم است مگر که بخوره به پرچم کورنر که نمیخوره و از واقع دروازه مشعل بعد بازی رو شروع کنه. اکرم عفیف، ژاوی 31مین نیمه نهایی ژاوی هرناندز که داره تجربه میکنه. در 30 بار قبلی 18 نوبت موفق به صعود به فینال شده ولی آمارش در رقابت باشگاهی قاره یعنی لیگ قهرمانان یوفا
ضعیف و در 10 حضورش فقط 3 بار به فینال رسیده. وو در میانه میدان خطرناک حرکت بازیکن اصلا این ضربه زمینی و توپو جمع میکنه بیرانوند. دیگه جا و مکان و زمانی برای اشتباه کردن وجود نداره. این ضربه است که سیامک نعمتی زاده دروازه رو باز کرد. توپ جمع کنه بازیکن ذخیره همه پریدن بالا، همه ایران پرید بالا. گابید از تیم اسد 40 دقیقه هنوز مونده به پایان مسابقه، اصلا زمان کمی نیست. گل دوم بزنن دیگه خیال همه راحت میشه، موقع جا دارن بازم یه گل بخورن. تو برا انصاری برمیگردونه، علی پور تو مهاجم توپ نگهدار خوب داره اون جلو، پاس برای گادبین منشا میندازه جلو، استارت میزنه و تو به نفع پرسپولیس به بیرون میره. تماشاگران رو میبینم بیشترشون اصلا نمیشینه، همه وایساده دارن بازی رو تماشا میکنن. کریم باقری که همیشه خونسرد اونجا هست همینطور، فقط زلاتکو اگه ببینیم تکون نمیخوره، یعنی گل بزنن گل بخورن، هر اتفاق رخ بده همینجور تصویرش ثابت میمونه. اینم فریرا پرتابو شاین مستکوتا انجام میده. بشار رسن سانت بلند و روی دروازه، توپ رو میگیره مشعل، سری بازی رو شروع میکنه. بغداد بونجا شجاع اداره میکنه اونجا بازیکن، توپ به بیرون میره. 3 تا بازیکن پرسپولیس تو نیمه زمین خودشون مونده، اصلا دیگه دلیلی واسه احساسی بازی کردن وجود نداره. این نتیجه پرسپولیس رو میرسونه به فینال رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا. جلال حسینی خطا به نفع تیم اسد گرفته شده. کوچه زمین پدرو ژاوی پشت مدافع، ضربه بلند، ژاوی توپو گرفته. گابی پشت محوطه جریمه، حرکت از بازیکن اسد، توپ ارسال میشه روی دروازه، اونجا موقعیت هست که توپو دور کنند. دفع توپ از بازیکن پرسپولیس. یه پاس خوب به سمت چپ، موقعیت برای بازیکن اسد، توپ از خط فکر کنم عبور کرد. آره گرفته شد. از آقای دروازه بیرانوند باید بازی رو آغاز کنه. ضربه رو بیرانوند باید بزنه.
یه لحظه فکر کنم تصویر زلاتکو نشون داره، من ندیدم زلاتکو در چه شرایطی هست. شاهین مسلح پاس بالا به سمت چپ، علیپور داره مزاحمت ایجاد میکنه. یه حرکت خوب اونجا و خطایی که از شجاع گرفته شده. دقیقه 55 هست. حالا دیگه از سعده که عجله درست سریع بازی رو شروع میکنه. تو مثلا تو چپ میاد روی دروازه، اونجا تو برمیگردونه. پنجاه و هفتمین دقیقه بازیه. بازی رو سجل حسینی باید شروع کنه.